بعد از گرم شدن شیر مادر سیاوش بالای سرش آمد و او را با ناز و نوازش از خواب بیدار کرد. سیاوش زیبا، پسر قشنگ، جان مادر، صبح شده، بیدار شو، نگاه کن همه جا روشن است. سلام، به ویدیوی تمرین خواندن با کتاب سیاوش زیبا و درخت مهربان خوش آمدید. اگر شما الفبا را میشناسید و صداهای الفبا را میشناسید و خواندن نوشتن مشکل دارید، این ویدیو برای شماست. اگرم نه الفبا را هنوز بلد نیستید، هنوز نخواندید، یک سری به پیج ما بزنید و اونجا میتونید که الفبا را یاد بگیرید. اگرم دوست دارید که از همینجا با ما ادامه بدید، پس با ما همراه شوید. من آرام آرام میخوانم، شما با ما تکرار کنید. فراموش نکنید تکرار و تمرین تنها راه رشد است. پس ما تشویق میکنیم که حتما تمرین کنید. هر روز 2 روز بعد یک بار حتما بخوانید تا بتونید که یاد بگیرید. با هم ادامه میدیم. مادر سیاوش در همان لحظه دید که اتاق سیاوش پر از کاغذهای پاره پاره است. سیاوش چشمانش را باز کرد. مادرش با تعجب پرسید: سیاوش، چرا این کاغذها را هر طرف افتاده است؟ چرا کاغذها را پاره کردی؟ سیاوش به اطراف خود نگاهی انداخت و گفت: من کتابچه رسم خودم را پر از رسامی کردم، اما هیچ کدامشان را دوست نداشتم. برای همین پاره کردم. امروز باید یک کتابچه دیگر بخرم. مادرش سری تکان داد و گفت: سیاوش، چرا در یک شب این همه رسامی کردی؟ این کتابچه برای چند ماهت بس بود. مادر پیشانیش را ترش گرفت و گفت: حالا تا شیرت سرد نشده بیا. سیاوش لباس مکتبش را پوشید و پشت سر مادرش رفت. اما قبل از این که شیر صبحش را بنوشد، مثل هر صبح دیگر کمی از آن را در کاسه پشک ریخت. چند برگ کاهو برای سنگ پشت برداشت و کمی هم ریزنان برای گنجشک ها و مرچه ها. بعد هم دوان دوان به سمت حویلی رفت تا سهم هر کدام را بدهد. تا سیاوش پایش را در حویلی گذاشت و درخت او را دید، شاخه هایش را محکم بغل گرفت و با صدای بلندتری گریست. سیاوش وقتی دید همه حیوانات دور درخت جمعند و درخت هم زار زار می گرید، با تعجب پرسید: چی شده؟ چرا درخت گریه می کند؟ هیچ کس جواب نداد. همه آه کشیدند. درخت در حالی که می لرزید بیشتر گریست. سیاوش با ترس دوباره پرسید: آخر صبح زود که وقت گریه نیست. صبح باید شاد باشیم، خنده کنیم، تفریح کنیم، بازی کنیم. اما درخت بلندتر حق حق میزد. باز هم همه خاموش ماندند. سیاوش گفت: من قول میدهم بعد برگشتن از مکتب به درخت زیبا چند عالمه بعد برگشتن از مکتب به درخت زیبا یک عالمه آب بدهم تا سیراب شود. باشه درخت جان. درخت از سیاوش روی برگردانید و باز هم شاخه هایش را بیشتر بغل کرد. برای امروز کافی است برای این ویدیو و ای که اگر این ویدیوها مفید است برای شما و
فکر میکنید برای کسانی که هنوز خواندن نوشتن را بلد نیستن مفید هستن، ویدیوها رو لایک کنید و به اشتراک بگذارید تا باشد که انسانهای بیشتر بتانن که ویدیوها رو ببینن و تمرین کنن و یاد بگیرن. و ای که امیدوار هستم که شما هم اگر هنوز کامل روان نمیتونید بخوانید، با این ویدیوها بتونید که روان بخوانید. در فیض محبت خداوند باشید. وقتتان خوش.